تمام شدم محو شدم سحر شد اگر الماس ها نویان حیاتم میسوزد سردار این را به شما آوردند. این چی است؟ نمیدونم کمتر پیش یک کودک فروشنده آورد که به شما رسونیم. الماس ها کالتاکلاس 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 در کجایی؟ پسرم در اینجا یک کس رو ندیدی؟ نه سردار سمی جان امروز هم از بجای من کار میکنی ها؟ خیر اکنون چه کار میکرده باشم؟ مشتری های شما سودمون رو حتی نمیشناسم. خیر هیچ گم نمیبینیم. اما به نکاح دیر نمون مالش مگر دیر میمونم. دوستی عزیزی من این چی گپ است؟ چه صمیمیت است؟ متاسفانه خانم درباره کالتاکلاس یگان معلوماتی نداریم. چه خیل می شود؟ آخر گفتند که کالتاکلاس اکای من بوده است. التماس یک بار دیگر سنجیده برایت التماس. خانم بتول آقای پلیس درست میگوید در ما درباره کالتاکلاس یگان معلومات وجود ندارد از این سبب درباره اکاتون بودن کالتاکلاس یگان معلومات یگان دلیل آورده نمیتونه. اما یاردمچی شما گفتند که کالتاکلاس اکای من بوده است. خانم زورو هم گفت که شما سالها یعنی یک چند وقت شد که او را جستجو دارید. لیونت خطا کرده است در بین نافهمی کلان شده است. اگر با گفته زهران نظر کنیم بله من از قفای کالتاکلاس هستم. کالتاکلاس گفتنی یک جنایتکار را جستجو دارم اما درباره کالتاکلاس اکاتون بودنش یگان دلیل وجود ندارد. همین خیر. بله مرا این خیلی نشناس خواهرم با همه چیز طاقت میکنم. مرا همچون یک شخصی بعد شناختن طاقت کردن نمیتونم. مرحمت اوه جانم خوش آمدی. خوش باشی. مجلس چه خیلی گذشت؟ به خدا زورو که از هیجان نیکو چه خیلی گذشتنش رو نفهمیدم اما خیلی خوب گذشت. ای من هم در چی باره فکر دارم. داملازیا اکنون اینجا زندگی میکند کو کنی بینیم عادت میکرده باشیم.
عادت میکنی عادت. یعنی روزهای اول مشکلی میشد اما بعد داملوزیو هست نیست نمیفهمی حتی به خودو. من این خیلی فکر نمی کنم اما اکنون میبینیم. چی میخندی ها؟ ای زهرو به خدا که حالا به حالی گیره آمیزم خندیده ایستادم تا همین درجه. تو چی درد داری؟ در اصل حال من گیره آمیز است. همراه لیوین به خواستگاری میروم کن. اون مثلا من این چیز رو نفهمیدم. تو به این پسر معقول نبودی مگر که امروز تو رو خواستگاری میفرستد؟ ای خیلی ممکن دست کشیده است یا اینکه چی دونم هیچ گپ نبوده است اما چه خیلی نباشد خلاص شدیم. خلاص شدیم. جوان عاشق رو از دست دادی. خلاص شدیم میگی اومده تو رو خواستگاری میکرد و یک جای نکاح میکردیم چی میشد؟ ای خدا نگاه دارد زورو. ای بیومو جانم زیخ شدی مگر؟ زیخ شدم نیو چی دونم آخر عجیب شد آخر. بد شد مگر؟ چی دونم آن حالتهای دیوانواری عاشقیش صاف عشق پاکش پسندم بوده است. چه خیلی که میدونی نبودنش رو حس میکنم. همین قدره. یعنی همش همین. سردارم من رفته شدم. ها گفتم اونم خانم سلم بنده آمدن اکم هیچ چیز نگفت. گرچه می آمد بسیار خوب میشد. لیوین رنگ صغیره ها به خواستگاری میروه. پسرم تو جدی میگویی؟ اما مردک حالم باور نکردیسته. خیر به کجا میروی؟ به قصر. به قصر؟ ها پسرم خانه سنن اونجا نیست کو او را در اون قصر از که خواستگاری میکنی؟ البته که در آنجا یگان صاحب پیدا میکنم. میگوین که دو دیل یکجا شود باقی ماندهش میده چویده. این برای سلم پرابلم نیست برای چی شما پرابلم میکنید سردارم؟ من چه خیلی پروبلم کردم؟ دیوانه به عقل من در تو منطق را جستجو دارم. حلالت باش. پسرم من برای دیدن همسرم به قصر رفتن نمیتونم. تو اونجا چه خیلی میروی؟ انشالله شما هم خرسند میشوید و همه با مقصد خود میرسد سردارم. ها گفتم اونم اگر بیانگه هلی سلام گفتنی باشد میرسونم. پریچوسکم چه خیلی شید؟ خیلی بیا همینجا. اکای جون لیوین بیا کشت بگیرم. من چی دروغ گویم؟ وجدانم راحت نگذاشت. در این حالت ها در برات یگان آدمی کلانسال بودن لازم است. رفتیم دادرم بسیار کار دارم. زودتر اون دختر رو خواستگاری کنیم. رفت. یک دقیقه سکه جان من شما رو با سردارم شناس کنم. سردارم این اکم اونا سردارم. از شناسایی شدم من اونا. من هم شاد شدم. خیری مرامت شنید یک چای تشکیل میکنم. به خدا تشکر زیاد. یا قهوه بسیار دوست می‌دارم اما من یگان وقتی دیگر شما را زیارت میکنم. چه خیلی نباشد کارهایمون زیاد است. حالا به خواستگاری میرویم همین خیلی لیوین. زود باش. سردارم شوبا رو با شما میمونم. رو شوبا چرا نگاه کن. از شناسایی هم شاد شد. من هم تو باش. سردارم علاقه دارم. این روی دیوانه. حالی اینها کجا شدن دخترم؟ شخصی تشکیلاتی را دعوت کردی ها؟ البته که دعوت کردم مگر نیکو به تشکیلاتی میشود اما از سببی که وقتی کم داشتیم اونقدر چیزی بسیار کردن نمیتواند چقدری که کند. بخیر شود او به زهرایم پلاو یک به یک بسیار هم با لذت میپزم. البته تو اون وقت اگر این بازی ویران نشود. خاموش شو یک بار خاموش شو. خاموش شو. امروز هیچ کس کیفیتم را ویران کرده نمیتواند. حالی زورا با سلین کجا شدند؟ آنها تیاری دیده ایستادند بابا جان. موی سر او را داده مکیاژ کرده ایستاده است. ای گلی تو چیکار کردی؟ من به تو نگفتم که شکلاتی بیتری تلخ گیر. انا بین شکلاتی گرفتی که کالورش بسیار بلند است. هر روز دخترم فربه میشود. بیتری تلخش چه خیلی بود است مگر شکلات تلخ میشده است؟ آخه نومش بین تلخ است. خیری کی تمام میکنی؟ تو چی میگویی گلی؟ این غرغرت رو میگویم عجب کی تمام میشود؟ من حاضر چی گفتم ها؟ تمام شد. تمام. من میروم. پس من هم میروم. خدایا توبه. چرا نفسی چخور گرفته شده یمک؟ آخر چخور نفس گیرم سعی یعنی بسیار در هیجانم چنان شدم که گویا دیلم میکفد. اما یا خواستگاری بوده قوایی مکردی؟ راست میگویی. بیا لیوین پسرم امشب شب توز. البته انا میخه. زود باش پسرم زیر کن گلی. حالا بر وقت نیست که آمد. آخر وقتم نزدیک شد پدر جان.
دعوتی و مایده اومدن رو سر میکنن. همینطور. آقای اکرم جناب لیوند همراهی اکا و ینگش آمدند. حالا بسیار بر وقت است. اون الکیس که آدم می شدن میلش در آن میمانو انتظارن عیب است. میلش آقا نمیفهمم خودش نمیآید مخصوص لبند رو روان میکنم. به همه سلام علیکم. سلام خوش آمده. خوش آمده. سلام خوش آمده. سلام به شما هم سلام. تشکر. بار دیگر خوش آمدید. خوش باشید. اینها رو بینید مگر با نگاه با گوشت شکلات میایم. ساده بودند اینها. آخرین لوینت است. همه یادم یکم بارو همی خیل می شود. اکم خیلی ینگم گلی. لوینت تو اکا داشتی نمیدونستم. خوش آمدید. خوش باشید خانم خوش باشید. تشکر. مرا با شما شناس نکردم. نام من سعید جان است. خاموش. بسرم. خیلی رو بینید. چی خیل شد زورو جان؟ کنه بینم ای سیلین دستت درد رو نبینه بسیار زیبا شدم. با فکرت کم نشد از زورو؟ کم شده است؟ ها سیلین جو کجای این کم است؟ بسا خوب هم بسیار است. بسیار زیبا شده است. از پردازگرها هم زیباتر کردی. عزیزم من مکیاژی خوب میکنم. ای عزیزکم. عزیزم من با پایان میپرایم. بعد میبینی. مایلش با خودو که زیبا کردی؟ باز کم میگویدی؟ بسیار استی؟ تشکری زیاد. لیوین این چه خیلی کار است؟ و خواستگاری اومدیم قهوه رو باشد خدمتگار میدید. آخه ینگه عادت اینها همین است. اینها آدمانی هستن که در دسترخوانشون حتی شیرین مرغ لخت می شود. شیرین مرغ. خدای توبه خدای توبه. جنابان سرکک خیلی که با شما معلوم است برادرم یک شخصیت موفق است که از ناظری محبس با پلیسی گذشته است. راست میگوید مگر من نمیدونم بسیار موفق است. یعنی از روی برادرم بودنش نمیگویم. اینقدر شخصیتش خوب در مقابلش بوده رو فکر کننده هم درد و اونقدر هم رمانتیک است. نگفته نماند که برادرم کدبانی خوب است. یعنی شخصی که خوراک پخته میتواند. گلی تو چی کار کرده ایستاده ای؟ چرا تو در بین گپ میترائی؟ نه چرا گپی مرا میبری وقتی که من گپ میزنم؟ چرا من بار با تو گفتم خیلی برای این نه آخر جانم. یعنی در این زمان مردی خوراکپز به آسانی افته نمیشود. همه خیل نه آخر گفتم اینش رو فراموش نکنی. برای برادرم گفتم. ینگه از برای خودو کمتر گپ زنی. مالش از برای در اینجا بودنش نمیگویم. بینید آشکارا با دل پر میگویم او در کارهای خانه بسیار پر مهارت است. بسیار خوراکهای لذیذ میپزد. یک منطقه میکند که انگشتانتان را میکشید. جنابان وای من نشود 90 منطقه پخته میتوانم. حتی در یک منطقه پزد. وقتی بسیار را نگیرید زود دختر را خواستگاری کنید. دم تبگی. بیا دخترم زورا تیار شد؟ قریب تیار شده است. خوب کنی گذر. این دختر کی است؟ بسیار زیبا بوده است. تشکری زیاد. خانم سیلین آمدم. دوگانه از همه نزدیک نبیرم سیلین. او هم دخترین خانه حساب می شود. خیلی شاد شدیم خانم سیلین. من هم شاد شدم. من هم ها. خیر آقا نبیرتون در کجاست؟ یعنی تیاری دیده ایستاده است. معلوم امروز روز بزرگ است. همین خیر برای هر یک دختر بسیار روزی مهم است. البته روزی مخصوصی من هم هست. نبیره هایم برای من پر ارزش هستند. جناب بخشش زیاد این نابکار به فکر فراموش کردین. عجبا نام نبیرتون چی بود؟ زهرا.
زهرا بوده است. زهرا اگر بیاید بینیمش بسیار مراق کردیم. به فکرم بسیار پرورویش است. بینندگان آمدن. خودش هم در اینجا نیست، من نمیفهمم. لوین خواستگاری چی شد؟ سلی جان تو چی قصر و سیمایی؟ اول یک چای بنوشیم دیوالا اکا کمتر شوخترش بگه که دختر سر و سیمای. دادرم لوین تو چی کار میکنی؟ هر کار یک راه و اصول خود را دارد. خدایا تا کمتر صبر کن. اکا خرسانه روز دل میکفت تیزش بگی؟ صبر کن. مرحمت. آقای اکرم شما رو انتظارم. حاضر می آیم. آمودم. بگی در خواستگارشی که تلخه میکفه اکا بگی؟ میلش آواز یک دو سه. خیلی چی کار کرده ایستاده؟ عزیزم آوازم را سنجیدم. جنابان ما برای یک کار خیر آمدیم. میدانم جناب. انشالله بخیر می شود. میبینم شما هم بسیار میخواهید. همین خیلی به من نمایان شد. مگر نمیخواهم؟ از ازدواج فرزندانم زیادتر دیگر چیزی میخواستم نیست. درست جناب، درست. در نهایت خوشبختی آنها خوشبختی ماست. بله. مهمانان گرامی، برای ما دختر پسر فرق ندارد. هر کس همسرش را مییابد، عائله‌دار میشود و خوشبخت میشود. همین خیلی آقا، خدا به همه خانواده خیر نصیب کنه. آمین. انشالله. اکا بگی تیزتر خواستگاریش بگه، اگر نشه من خودم خواستگاریش میکنم. السلام. نبیره جانی من هم آمد. شاهزاده من، شاهزاده‌ام. ماشاءالله نبیره‌تان هم اینقدر بی‌طاقت بوده است از حاضر لباس عروسی پوشیده است. با نیکو وقتی کم موند نپوشد. وقتی کم موند؟ بله. یعنی چی خیر؟ لوین دادرم تو با ما سورپریز کردی ها؟ آخر تو کارو از دیروز با آخر رسانده ای. اکا چی خیلی سورپریز بگی تیز کارو حل که طاقتم تاق شی. یا توبه. اولین بار میبینم که دختر را با لباس عروسی خواستگاری میکنن. چی گفته ایستاده است؟ وای اینقدرم از زندگی ناامید است که میخواد در حال عائله‌دار شود. به هر حال اینها عادتی اینهاست. از همین سبب این خیلی است. تو چرا از من میپرسی؟ چرا از من میپرسی؟ نفهمیدم. من از کجا دانم؟ آخر خودت پرسیده فهم. پدر دختری نیست، این دختر عروسشونده دومولازیا است. تو خب کن پسرم، با گپ کلان سالان دخالت نکن. اکا بگی خواستگاری کن که از بخدا داد میزنم. جناب کمتر پیش در بین گپ شد. از همین سبب یگون چیز کردن نتوانستیم. ما با امر خدا با قول پیغمبرمون با دادرم لوین نبیره‌تان رو خواستگار هستیم. بله. چی؟ چی؟ نبیره‌تان زهرا رو. اینها دیوانه شدن. مرو؟ بله. چی؟ لوین؟ خانم سلن اکا گلی سعید جان من با شما گفتم اما شما مرا گوش نکردید پدر. شما ما رو مسخره کرده ایستادید ها؟ نه جناب یگان مسخره نیست. یعنی اکم خطا کرد. ما خانم زورا رو نه، ما از شما خانم سلن خواستگاری میکنیم. بله من سلن رو دوست میدارم. چی؟ با خواستگاری من آمده؟ ها جان به تکلیف عائله‌داری چه خواستگاری میایی؟ گپ ندارم. خانم سلن من نمیدونستم که شما تکلیف عائله‌دار شوی رو میخواید. من فکر کردم که ما با هم نزدیک شده ایم. این خیلوا نخورده گپ نازده مگر دختر رو خواستگاری میکنند ها؟ یا خدا توبه. خیلی که باشد خانم سلن جان و دلی من یکا و یگانه من زن یکمی من میشوی جان. سفسطه نگو لوین. این چی مناسبت هستن؟ یا خدای توبه. سلین قبول کنی یک جای نکاح میکنیم های؟ زهرا امک جان انگشترین کجاست؟ مگر این خیلی دست خالی تکلیف میشود؟ خیر جناب یک چیز رو نفهمیدم. مدام نبیره‌تان رو خواستگاری نمیکردیم او چرا این خیل پوشیده است؟ پدر شما حالا هم در فکر این هستید؟ کردی تو خاموش شو. این رو بینه گلی انا بین با پسری کردت فخر کردن بتوانی. جانکن این تنها اثر
کاری من نیست. این اشتباه را یک جای کردی. خدایا توبه. من این خیلی چیز را باری اول میبینم. من در حیاتم این خیلی چیز را ندیدم. من دیگر ایستاده نمیتونم. من رفتم. چرا تو میرفتی؟ اصلا من باید روم. بیا مک میرویم. در جایی که ما رو نمیخواهند نمیایستیم. کمتر به ناموس شوم مک. راست میگوی سعید جان، خیز رفتیم. اولای قفا میدوی. این چرا نفهمیدم پدر جان؟ اینا چه آدمانی عجیب بودن. این خیلش را ندیدم نشونیدم. ای برادری احمق من، برادرم، تو چرا به من نمیگویی که کدام دختر رو خواستگاری کنیم؟ اخلا یک بار از برادرت میپرسیدی برادرم لیوین کدام دختر رو میخوای بزنی گیری؟ خدایا توبه، انا باز من گناهکار شدم گلی. چرا خودت نپرسیدی؟ جانکم تو باید میپرسیدی. خدایا توبه، من چرا میپرسیدم؟ سری مرا ویران کردی. تو سرم رو ویران کردی. بسیار گپ نزن. سرم رو ویران کردی. هر دفعه من برای نوارگیری توی استودیو جینا را دعوت کردنی بودم، لیکن کاری سیلی ندیدی. به شوخی او مرا دوست می‌داشت. خیر این خیلی کارو میشه. زیخ نشو مک، با تو بهترش را میابم. جیان جونم. کمتر دیگر بود که یک جا نگاه میکردیم. ای نپرسو رو ما هم به خود نآمدم. من با تو چی گفتم سیلین ها؟ چشم او بغیر از تو کسی دیگر رو نمیبیند. بین به خواستگاری تو میامده است. تمام زورو هر چیزو فراموش کردن میخواهم. خاموش است. استاد هجری سوال نده، نکاح دارم. استاد درباره نکاح سوال نمیپرسم، دیگر چیز میپرسم استاد. سوال دیگرش چی است هجری؟ تو سوال به سرت آمدن رو نمیپرسی. مانند کتاب سوال ها هستی، تمام شوی نداری. ای استاد از سببی که نکاح دارید من همان قدر سوال زیاد نمیدهم که تنها یک سوال میپرسم استاد. پرس. استاد از درس گریختن گناه است یا اینکه گناه نیست؟ البته این کار گناه نابخشیدنی است. گناه چی؟ نابخشیدنی. انا گوش کن، اگر از 1 ساعت درس دانشجو بگریزد مجبور است که 1 ساعت پای افضل استادش رو با کرتش تازه کند. اگر نکنه چی؟ این کار ناممکن است هجری بوی، نباشد 1 سال در دوزخ میسوزی. فهمیدی؟ بله فهمیدم. چرا فهمیدی؟ سوختمه؟ درس گریزی جایز است یا نه؟ هجری جایز نیست. تمام استاد جایز نیست. خیلی در نکاح میبینیم، دیر نمون. مایلش میفهمیدی خرسند میشدم. من خیرت از درس نگریختم. سلی تلفن. به فکرم در بالاست. سلیم بالا رفت. مکیاژ زورا رو کرده ایستاده است. به او زنگ زده ایستادن. هیچ گپ نه، بعد جواب میدهد. لبای سلین جون یک مشکلی بسیار مهم برآمد. عاجلا با اونجا باید روم. با نکاح آمده نمیتونم. این چه گپ؟ به نکاح آمده نمیتونم برادر. تو مگر نکاح کن نیستی؟ آمده نکاح را گذران، بعد به کجای خواهی برآمده رو. من برای خورا با اون برادر دادم. امروز آمده نمیتونم. با خانم سلین رسونید. یا خدا توبه. اکنون چکار میکنیم؟ کمبودی بالای هم. نه من اگر اکرم باشم این نکاح امروز حتما برپا میشود. دوست عزیزم محترم رئیس شهر، خیلی رحمت، از تو یک خواهش دارم. میگویم که نکاح نبیرم را میگذرانی. بله، به داماد و نبیرم یک سورپریز کردن میخواستم. میلش
تشکر زیاد تا بازدید سلامت باش سلامت باش ماشاءالله تو چی؟ با کورتا دقت ده. اگر ندانی ما جدا شدیم تو با کورتای من چی کار داری؟ من درباره آن گپ نمیزنم. خاموش گفتم که با من کاردار نشو. تو با من هیچ کس نیستی. بخشش. بخشش. تشکر زیاد. چی شد؟ با یاد داری جانکم کورتای 10 سالگی توی امون گرفته رو پوشیدم. با یاد آوردم کاش که درز مولش میکردی. تنهایی بسیار مشکل است سیوال. بعد از آن که تو مرا ترک کرده رفتی برایم بسیار مشکل است. این را پیش از جدا شویت فکر میکردی؟ مرا ببخش جانی من. اپا به طول نمی آید؟ نه نمی آید. میدانی مراسم نکاح را آنقدر دوست نمی دارد. تو هم میتوانی کی روی؟ مایلش. یا خدای توبه میگوید که مرا میبخشی. بسیار ملذت بود است. آی شرف بسیار میخواهم خانم سیلن را ببینم و چشم و دلم کشاده شود. کمتر پس می آید اکا. انشالله انشالله. یا خدای توبه. این چی زیباست. اکای کنان در وقتی در جنگل بودنمان اهمیت ندادم. حالا که این خانم جیلانی ماهتاب روی بوده است. تو چه گفته ایستاده ای؟ تو از پس وظیفه خودت شو. اگر شرشتی به تنظور میشه فقط اون میخیم یکدیگر را دیدند، عاشق شدند و در حضور شما به خانه بخت قدم می‌نهند. مهمانان گرامی قدر، با کفکوبی های شما عروسی نازنین و داماد را به حضورتان دعوت می‌کنیم. خانم زهرا وقتش اومد، ما رو انتظارند، رفتیم. بله وقتش آمد. ها بیایید رویم و این کار با آخر رسد. البته چه خیلی نباشد نگاه سخت است. همین خیلی بله. رفتیم. آی من بسیار در هیجانم. یگان جای هیجانش نیست، تنها یک نکاحی ساخته است. البته بیایید. دستانتون مانند یخ شدن. از هیجان کرخ شده ایستادم. در هیجان افتاده، مرا هم در هیجان میاری. نه مالش این خیل کنیم. دستتان رو با من دید. بله. نفس چقور گرفته از 1 تا 5 میشمریم. میشود؟ همش همین؟ همین. مالش 5 4 3 2 1 0. رفتیم. گلم رو گیرم. آماده هستید؟ بله آمادم. اینش بر آماده است اما مهم نیست. این خیلی در داخلش میگذاره میشود. بیاید میرویم. پیش دروید، اکنون وقتش آمد. رفتیم. ساخته.
رئیس خوش آمدید. خواهشم را رد نکرده برای آمدنتان تشکری زیاد. آقای اکرم چخیل شما دعوت کنید و من نآیم. سلامت باشید. شما به این طرف گذارید. بعد از نکاح میبینید. سلامت باشید. مرحمت گذارید. چخیل یعنی این کیست؟ آدم یفتگی مگی نبود آخه؟ مادر بینید خزت زجا که عاشقان می آید داماد و عروس مهربان می آید داماد و عروس با هم اگر پیر شوند در عالم عشق خود جهانگیر شوند. مبارک باشد بابای مولا، مبارک باشد. سیلین چی گفته شده شما میفهمید؟ چی میگه؟ نکاح کن رو نشان داده چیزی فهمیده شده اما من چیزی نفهمیدم. جفتی مهربان می آید. مبارک شود. داماد و عروس جان و جانند یک شهر. تشکر. تشکر زیاد. تشکر. این نگاه کن ساخته است. این آدم نگاه کنی ساخته است. مادر شما چی میگویید؟ شرمنده شدیم. این زن من سفسطه گفته ایستاده است. اکای خلیلی شوخی دارد؟ فرخ بس است آخر. زنت راضی شو برار. به محترم رئیس شهر چخیل این گپ را روا میداند. رئیس شهر گفتن؟ تولین چی سفسطه گفته ایستاده ای تو ها؟ چخیل سفسطه ساخته میگویم. این ازدواج ساخته است. ملش آرام شو. چی؟ بچه ها به شما سیورپریز کردن خواستم. جناب دوست نزدیکی من است و رئیس شهر است. بله. رئیس شهر؟ انا دیدید رئیس شهر بوده است. نمک آرزو کن که من هم به همین که روزها است. انشالله انشالله. سیلین نکاح کننده ساخته یافتد رئیس شهر است مگر؟ نکاح کنی یافته من این نبود آخر. خیر نکاح کننده یافته تو در کجاست نباشه؟ من هم نمیدونم. با تلفن جواب نمیدهد. سمی رو هم نیفتم. یعنی من حاضر از راستی اویله دور میشوم؟ تمام شدیم. دامولا زیا خانم زهرا ما در حقیقت اویله دور میشویم. این خیلی نباید شود. اویله دور میشویم اکنون. همینطور شد. جنابان امروز در اینجا بسیار نبیره دوستدار دوست عزیزم آقای اکرم خانم زهرا و فاتح شده اش دامولا زیا برای حقوقاً به حیات مستقل قدم گذاشتنشان شاهد زنده می باشیم. خوش آمدید جنابان و خانم. یا خدای تو در حقیقت آیله دور شده ایستاده. چی شده ایستاده است؟ مگر من حالا شوهر خانم زهرا نشوم؟ دامولا یگان کار کردنم لازم است. چی کار کرده میتوانم خانم زهرا؟ نه این خیلی شدنش ممکن نیست. این چی گپ است دخترم؟ سفسطه نگو. مرا دلزنک کردنی هستید. بابا جان خدا نگه دارد. من برای چی گفتم که شدنش ممکن نیست؟ برای چی؟ بابا جان برای آن که انا اکنون دیدید؟ من نگفته بودم که ازدواجشان ساخته است.
چون کار جدی شد چخل در تلاش افتادن. مادر چه مادر؟ از برای خدا خاموش شوید، در نزد همه شرمنده میشوید. تو هم اینقدر به گپای من چسبیدی؟ خاموش. چی؟ خاموش. خب کن، اقل امروز خب کن. تو خب کن. بابا جون خبر ندارید مگر چی شده ایستاده است؟ من دامولازیا را گفته ایستادم که من اول پایتان رو زیر میکنم. دامولازیا باشن میگویم که نه من اول زیر میکنم، به همین خاطر گفتم که این ناممکن است. بله من میگویم پای رو باید شوهر زیر کند، او میگوید که زن. با هره کردتان قایر شوید آخره. اما این خیل نمیشود. زهرا وعده کرد اول من زیر میکنم. نه جونم من یگان چیز وعده ندادم بابا جون. فکر میکنم گفتم و فکر کردم و فکر کرده ایستادم. نه من اول زیر میکنم گفتم شما زیر نمیکنید. تنها همین؟ البته آقا همین، دیگر چی میشود؟ همین. من هم یکان چیزی مهم است گفتم. قریب که دلم از کار میمانده. بابا جون مگر این مهم نیست؟ پای رو زیر کردن برای من چقدر مهم است میدونید؟ آخر من یک مرتبه اویلا دار میشوم. یعنی البته که مهم است آقا. با من وعده داد. او وعده کرد که اول باید من زیر کنم. آخر این هم آرزوی یگانه کودکی من است. آرزوی کودکیتان است. بله. نه این خیلی نمیشود. یک بار با اون طرف رویم این مسئله را باید که بنی خودمون حل کنیم. ممکنه؟ ما این مسئله را حل کرده میاییم. یک دقیقه به کجا میرویم؟ بابا جان ما در 2 دقیقه به یک قرار میاییم و زود برمیگردیم. بله آقا. آخر دخترم میهمانان انتظارم، مگر در وقت نکاح این کار درست است؟ بابا جان زود میاییم. خیر نباشد زود باشد زود. با کجا میرویم؟ خودی حل کرده همین چی گپی هست؟ آنها با سیزوره؟ حاضر میاییم. انا دیده دست کشیدن ولو سنده. من گفتم آخر شما با من باور نکرده چون که اویلا دور شویشون ساخته است. مادر سفسطه نگوید ای ساخته باشد چرا دست کشد؟ ناممکن است این دهشت است. خانم زهرا نکاح کنی ساخته رو باید شما حل میکردید. در داخل رئیس شهر نشسته است. دملا چی کار کنم بابایم جیغ زده است. نکاح کنی ساخته رو سیلین یافته بود. خیر پس او در کجاست؟ چی دونم من نفهمیدم آخر. چون کارتون برار نگیرد هیچ چیز رو نمیفهمید. دملا به من فشار نوارد حاضر گریه میکنم. به جانم رسید آخری خیر شدنش ناممکن است. ایش شدنش ناممکن است گفته نیست خانم زهرا در حقیقت از اول میرون شد. یعنی من در حقیقت حالا به شما اویلا دور میشوم ها؟ خانم زهرا اگر خبردار باشید من هم در این وضعیت قرار دارم. من هم با شما اویلا دور شدنی نیستم. نباشد یگان کار کنید. یا خدا تا با چی کنم؟ رئیس رو از داخل رانم. از راستی ما رو اویلا دور میکنن. ای خدایا تو با من کمک کن. یعنی با من اویلا دور شدن اینقدر بد است. دملا لطفاً به مسئله های شخصی کار نگیرید. من به این کار نگرفتم خانم زهرا، اما شما باشید من را پس زدید. آخر من هم ناموس دارم. خفه نشوید و برای ناموس شما رو پایمال نشدنش در حقیقت من با شما اویلا دور شدن نمیتوانم. خدایا توبه، من برای خرسند شدن بابای شما در اینجا حیاتان را سوزانده ایستادم. یک خوبی کردید و اکنون در سرم ایستاده دوغ میزنید. من به سر شما داد نزدم، اما شما بسیار گپ‌های ناجا میزنید. میلش دملا بیایید دیگر جنگ نکنیم لطفاً. خواهش میکنم حالا وقت نداریم، باید این مسئله رو حل کنیم. ما حالا با خدا هیچ کار کردن نمیتونیم و داخل در آمده در حضور مهمانان میگیم که ما از اویلا دور شوی دست کشیدیم. شما چی کار میکنید؟ این خیلی کردنمون ناممکن است. ساری بابایم را ندیدید مگر؟ نباشد از دست ما هیچ کار نمیآید. دملا شما فهمیده ایستاده اید ما کمی بعد اویلا دور میشویم. نکاح کن حقیقی است، دفتر حقیقی است، شناسنامه حقیقی است، همش حقیقی است. های دختر شناسنامه من ساخته خانم زهرا از دو سر کمی بعد همش آشکار می شود. آخر ما برای نکاح قیدی رسمی نکردیم کو. درست بله نکردیم. خیر نباشد یک لحظه در این حالت نکاح کن دفترچه عقد نکاح رو چون میکشد همش رو میفهمد آخر. خلاص شدیم. خلاص زهرا به یکان قرار آمدید. نه من پایتون رو زیر میکنم. این چی گپ آخر؟ من نمیخواهم که زن کلان شوم. من زیر میکنم. به من چیه؟ من زیر میکنم گفتم. آخر خانم زهرا این گپ زنی رو مانید. حالا هم گپ‌هایتان تمام نشدن. مدام راست نمیگیرید. هر دوتان پایهای یکدیگر رو زیر نمیکنید. تمام. مهمانان انتظارن. عیب میشود آخر. بابا جون ما حالا هم حل نکردیم. یک ثانیه دیگه بس کنید. به شما میگویم زود باشید. رفتیم. دامنم رو بردارید. زود.
برادر تو چیکار میکنی؟ خدایا توبه کردم یا تو اینجا چیکار میکنی ها؟ وای برادر تو پیش تو میگه آخری نمیشد قریب راز کرده بودی سرگرم نزن دقت نداده به پیش ماشین میبرایی کمتر دیگر ماده بگو دیگرم میکردم درهای خودت گردی نمیشود توبه بیا شین تو رو برم نمیخواهم برادر از من دور شو نمیخواهم های به ماشین تو رو برم نمیخواهم گفتم برادر مجبور نکن خودم میروم یا خدا توبه یا خدا با کجا میرم؟ با مسجد میروم با مسجد امام هستی آی برای به مسجد رفتن باید که امام باشی ها؟ نه یعنی گفتم اگر قومی جماعت باشی نماز خوفتن گذشت گفتم بی در خانه میخوانی من امامم امام هستی یا جماعت؟ امامم برادر امامم یا خدایا توبه کردم امامی کدام مسجد هستی؟ امامی مسجدی بالا چی میگوی داملا؟ من هم تو را جستجو داشتم داملا بیا یک جای رویم رفته در ماشین نمیخواهم برادر تو مرا چرا جستجو داری کنی بگو آخر داملا در مسجدی بالا یک مؤذن هست او را میشناسی؟ نمیشناسم چه خیلی هجری رو نمیشناسی؟ نمیشناسم گفتم نمیشناسم یا خدا رو توبه چنانه که داماد و عروس برگشتن چی میگویید آغاز کنیم آقای اکرم؟ آقا مرحمت بخشش عذر میخواهم جواب دهم البته یکو چی شده است چی شده باشه الو یک لحظه خدایا توبه مگر این خیل هم شده است الو شوکت کجا گم شدی؟ برادر بخشش از وطن نو برگشتم زودی بزرگم رو ایمز کردم میآیم نکاح چه خیل گذشته ایستاده است چه خیل گذرد شوکت همش خوب است های احمقی بفهم از راستی اویلدار شده ایستادم آقای اکرم نکاح کنی حقیقی رو آورده است رئیس شهر بوده است برادر عجایب بودم است 4 ماه انتظار بودی که آرزوات عملی گشته ایستاده است دمت را گیر کدام آرزویم عملی گشته ایستاده است دختر در داخل گریه کرده ایستاده است چرا گریه میکردی خدا تا با آخر تو او را مجبور نکردی که بیا اویلدار شوی شوکت همه مرا انتظار است با تلفن گپ زدن نمیتونم زود بیا احمق خاموش اوف یا توبه بخیر است دولا بخیر یا خدا شما قید نکردید کو چی شده؟ قید نکرده بودن دویم یگان کمبودی است من گفته بودم من نمیدونم مگر قید نکرده نمیدونم فرزندانم شما مگر قید نکرده بودید؟ مگر این فیلم شود البته که قید کرده بودیم های مگر این خیلی میشود بابا جان کردیم اما آن وقت به تأخیر گذاشتیم که در وقت جنگل دانو میگوید در اون حالت کمی نافهمی شده است بله شاید در اون حالت یگان نافهمی شده است همه دیدین همه چیز اینها دروغ است حتی قید نکرده مادر چه بوده است ازدواج اینها ساخته است آخر ساخته میگویم با من باور نمیکنید اقلا امروز خاموش شو اقلا امروز خاموش شو تولی تو هیچ با من باور نکردی هیچ با من باور نکردی خاموش شو خاموش شو گفتم خاموش شو گفتم اگر قید نکرده باشیم پس از دستمون یگان کار نمیآید خفه نشوید که شما رو آواره کرده تا اینجا آوردیم مگر این خیل می شود خانم زارا هیچ گپ نیست آقای اکرم دوست بهترینم است شما غمگین نشوید من چه خیلی غمگین نشوم کدام روز غمگین نمی شود نکاش به دیگر روز گذاشته شود دومالا خواطر نشوید خلاص شدیم انشالله اکنون چی می شود؟ این نکاح باز به تأخیر گذاشته می شود؟ مگر این خیل می شود آقا به تأخیر گذاشته نمی شود چی؟ چی؟ اما کمی پیش گفتید که قید نکردید من این را گفته ایستاده بودم خانم زهرا من معلومات های شما را به این دفتر قید نموده بعد شناسنامه هایتون رو میگیرم شناسنامه عقد نکاحتون را پگاه تیار میکنم خواطر نشوید این بسیار آسان است خواطر نشوه؟ چی خیلی خواطر نشوی؟ یعنی حالا آقا مگر اینطور می شود از همین سبب با این خیلی گفتیم می شود داماد می شود شما غم نخورید شاید نشود شما امین هستید؟
آخر دخترم رئیس کلپ کلان شهر اگر نمیشد میشود میگفت مگر عقلتون رو کن فرمایید عقلتون رو لطفاً شناسنامه هایتون رو دید. اکنون تمام شدی کلاس. رئیس شناسنامه پرسیده ایستاده، ساخته بودن شناسنامه هم عمیق آشکار میشه. حله زنک جان من آمدم. اینجا چی میکنه؟ اونال چیکار میکنی؟ این چی حال است؟ حله تو مرا با این حال گرفتار کردی چی شده است حله؟ در این تا خورده ایستاده با پا راست ایستاده نمیتوانی اونال. من با پا ایستاده نمیتوانم در این حیات بیت تو با پا ایستاده نمیتوانم حله. بین انا باز یک فرد مطروش هم. اونال تو بسیاری بد نوشیده ای. بله بسیار نوشیدم من مست دیوانم مورا کی برد خانه 100 بار تو را گفتم کم خود دوست اونال تو چیکار کرده ایستاده ای؟ تمام شدم تمام حله در حقیقت تو تمام شوی و ما از تو خلاص شویم بدمست شما اینجا چی کار میکنید؟ شناسنامه هم رفتاندم آن رو جستجو دارم. یزنه اون نلم اومد. نمی آمد کو؟ بابایتان گفته بود که نمی آمد. کی او رو دعوت کرده است؟ من دعوت کردم چی نمیکردم مگر میتوانید آفرین خانم زهرا دعوت کنید. میزده احمق تو رو به اینجا کی دعوت کرده؟ زهرا؟ خیر میلش برای کرما رو فرید کرده ایستادن. تو رو دعوت کردی بابا جان من چی زهرا این چی بد اخلاقی است ای اقلا اومدی آدمی اومدی با چه حال آمدی من به زهرا گفتم که نهایم گفتم اگر آقای اکرم مرا بیند ناراحت می شود نگفتم زهرا نگفتم او گفت که یاد نه گفت که خودت را ایواز کرده بیا من خودم رو ایواز کردم تو اینکه چند قدم نوشم و خودم رو ایواز کنم تا کسی علی من تو را بسیار دوست می‌دارم زهرا یزنایی چی؟ اینجا نکاح کن بود است بیا اصلا نکاح کن اونال چیکار کرده ایستاده ای اویسته کنم بچه ها کنی مسلوخین بد مسل از اینجا برارید زودتر برارید ای چقدر کلتا کلاس اونال این بد مسل را بین باز کرده که لحظه بیده زهرا تو با کلتکیله سوال دار میشوی چی هست اونال خودش نمیدونه جا میگوید پلیس بود است او هیچ چیز رو نمیفهمد مست است این میزده احمق حالا هم کلتکیله است میگویی این را زود دفع کنید ای اونال حالا هم تو در فکر کلتا کلاس هستی کلتکیله حاله تو از من جدا شو با خدا از من جدا شو من فرزنددار میشوم همسرم معامله است فرزنددار میشوم من کلتکیلس گفته استادم من در همه جا کلتکیلس رو میبینم آخر زهرا در تیمای دومولازیا هم کلتکیلس رو دیده استادم در اینجا کلتکیلس های خورد و کلان کلتکیلس فربک کلتکیلس یگرو کلتکیلس خورد حالا هم در دهانش کلتکیلس هسته حریفی بیشرم زود این را بیرون کنید زود دفع کنید زودتر آقای اکرم من حل میکنم مرحمت کامیشرون کنعانی دیوانه تو هم برای دستگیر کردنی کلتکیلس آمدی کلتکیلس کنی ما رو هم نگاه میکرده برید بیرون برید شرف خیلی خوبم شما خوبه سلامت باشه علی من تو را دوست میدارم علی البته که مایروبی نهایت بسیار شده است در جایش راست ایستادن نمیتواند با جای من
سرده مرا مرا سرده آخر کمیسر مگر این کارها به شما زیبنده است؟ لطفا این کار را نکنید. اونال تو از حد گذراندی. از پشت کلتکیلاس همسرت تو را ترک کرد، اما عقل و هوش تو حالا هم در فکر کلتکیلاس است. تو چی اینقدر به وی کلتکیلاس چسبیدی ها؟ از همه زیاد من به کلتکیلاس چسبیدم آقای اکرم. ها شما هم؟ بله، اگر آن بیشرف را به دست آرم تلیم میبرمش. دیده ایستاده یا؟ تو از آقای کنان دیوانه ذره فرق نداری. او هم مانند تو به کلتکیلاس چسبیده است. اونال تو هم به حله هم به کودکی تولد می شده درزنده نیست. اونال حالا باشد به یگان گپ از اینجا به طور خوب برآمده رو. نباشد در داخل مهمان است نگفته کمان را به دستم میگیرم ها؟ اویستر کمیسر، بچه های من شما را تا خانه همراهی میکنن. کریم بیا سردت من خودم میروم. ما زاری میکنیم و زوری نه، اما کمیسر با این حال ماشین نرانید. لطفاً با تاکسی شینید. با چشم برادر، من میرم. این را بینا، در پایش راست ایستاده نمیتواند. راست میگویی اکا. آخه دامولو من شما را هیچ نفهمیدم. مگر دامولوی مسجد مؤذنی مسجد خودش را نمیشناسد؟ نمیشناسم برادر، نمیشناسم. خدای توبه، تو هیچی را چه خیلی نمیشناسیم؟ برادر گوش کن، من به این مسجد نو تعیین شدم. در اینجا یک دامولای ساخته است. از پشت او من حالا هم پایم را در این مسجد نگذاشتم، فهمیدی؟ از همین سبب نمیشناسم. دامولا شما چه خیلی گم میزنید؟ چه خیلی دامولای ساخته؟ توبه کردم، استغفرالله. لا حول. برادر وقتی مرا نگیر، من کار دارم. مرا جماعت انتظار است. یک لحظه من از این جوان پرسم. السلام علیکم جوان. علیکم و سلام اکا. از تو یک چی پرسم؟ از اون نپرس، از اون هیچ نپرس. انا از اون دو دیوانه یک داشت، انا همین است. چیزی که به من رخ داده باشد از پشت این پشت است. دامولا ازمی انشالله که هم ماشین مردکشک نزدتونه. سرتون چی خیلی است؟ من دهانت حاضر. جوانی خود تو به این کار نگیر، این کمتر و آدمی ناخوبانه است. راست میگوید، او قصاب نیست. من چه گفته ایستاده بودم؟ مؤذن این مسجد است که او را میشناسی؟ هجری؟ البته که میشناسم. هجری رو که نمیشناسم. راست میگویی، این کس نمیشناسته است. او نمیشناسد که اکا سری اون مشارک داره، او قصاب نیست. بخیر است اکا، به هجری چیکار داشته؟ این هجری یک تقا دارد. اگر دانی من همدهی آنها میباشم. به هجری زمین میراث گذاشت. من باشم میانه را بستم. اگر نصیب باشد آن زمین را گرفتن میخوام. وای هجری رو بینه میراث داشته است نه؟ بله. وای پسر رو بینه. من هم به محله میروم. تاکسی نیافتم، پس نباشه یک جا میرویم. بیاید به نزد هجری میرویم. با ماشین من میروم. این ماشین شما؟ بیار. مایلش میرویم. حاضر هجری در کجاست؟ هجری حالا در کجا باشد؟ در نکاح هست. آیله دار میشه؟ نه، دامولای مسجد آیله دار شده ایستاده است. در نکاح او است. دامولو؟ شما آیله دار میشوید؟ این چه خیل آیله دار شوی برادر؟ من آخر آیله دار هستم. یا خدای توبه، جماعت برای ایستار است. خواهش میکنم نگیرید. اکا بخشه در همه جا دامولو میگیره. اکا ماشین تو نگیره یا بزنه. مرا گوش کنید. احمد اون در جای نیستید. زود با ما میرویم. عربی رحم. برادر شما چیکار میکنید؟ زود همه‌شون رو با ماشین سوار کنید. زودتر. برادر شما چیکار میکنید؟ من چیکار کنم؟ یک لحظه آخر من با آنها نیستم. چرا مرا میگیرید؟ آنها را گیرید، مرا جماعت باز همین دامولو است که در همه جا با ما روبرو میشود. شما را شناختم. من ماشین رو میگیرم. من دامولو یما را شناختم. همه‌شون رو با ماشین سوار بیا با ما میرویم. اینجا. این سطح مرا
خیر اکنون نکاح کنید. دوملا یگان کار کنید ایلتیموس. با خدا که با فکرم یگان کار از دستم نمی آید خانم زهرا. البته با من اویله دار شدنتون بسیار معقول شد ها؟ برای همین یگان کار کردن میخواهید. چه علاقه دارده؟ سفسطه نگوید روز است که حیاتم تیره شد. با من اویله دار شدن مگر همینقدر بده است دوملا؟ مرا بسیار رنجاندید. سخنهای خودتون در نظرتون نمیتابد همینطور؟ در حال انتقام گیرید، در حال وقت رو از دست نداده انتقام گیرید. خودت احمقی. مهمانان عزیز و گرامی، از نام این دو عائله بزرگ شما را تکرارا خوش آمدید گفته مراسم نکاح را دوام دادن میخواهم. از آنی که شاهدان در جایشان میباشند از خانم عروس آغاز میکنیم. نام شما؟ زهرا. نسبتان؟ شانلی. نام پدرتان؟ سرمت. نام مادرتان؟ لیلا. مکان تولد؟ استانبول. محترم داماد نامتان؟ زیا. نسبتان؟ بلگین. نام پدرتان؟ رجب. نام مادرتان چی؟ مریم. شناسنامه هایتون رو دید؟ مرحمت. خوش آمدید، خوش آمدید. سیلین این آدم کیست؟ سمی کارها بد شد. بابای اکرم فهمید که نیکو کنیست دختر خودمون نمیوید رئیس شهر رو برای نیکو کردن دعوت کرده است. تو چی گفته ایستاده سیلین؟ سمی میفهمی اونها در حقیقت اویلادور شده ایستاده. اویلادور؟ نباید اویلادور شود فهمیدی؟ آخر سیلین جون باید پیش راه این کارو گیریم چون که من این شناسنامه عقد نکاح و دفتر قید نکاح ها رو به اینجا بفایده نآوردم فهمیدی؟ مایلش مدام که نکاح کنی ساختمون نآمد شناسنامه و دفتر عقد نکاح ساخته در دستمون هست. بله. این تو باشد؟ خواهشی آیله برپا کردنتان را و ما به شکل نوشته بخشش به شکل دهانی بیان کردید. من باشم با شاهدی چون دیدم با آیله دار شدن شما یگان مانعی وجود ندارد در حضور شاهدان و مهمانان گرامی گپ‌هایتان را اگر باز تکرار کنید من باشم این عقد نکاح را به آخر میرسانم. شما زهرا شنلی زیا بلگین را به یگان مانعگی به خواهش خودتان همچون همسر قبول دارید؟ آخر من دروغ نمیگویم، چرا با من باور نمیکنید؟ من حالا چی میگویم؟ نه بگو. چی؟ نه بگو نه. دوملا چی خیلی من نه بگویم؟ با خدا که دلی بابایم میزنه. خواهد نباشد تو هم بگو من با جای تو نه میگویم. نه نگوید بابایم از قهر وفات میکند خواهش میکنم. اگر نه نگویم از راستی اویلادور میشویم خانم زهرا. نه در حقیقت نمیشود، اصلا نباید شود، این خیلی نمیشود. دوملا خواهش میکنم یگان کار کنید. تو را دوست میدارم. نه بای. تو را دوست میدارم. چی گفته ایستادید؟ نفهمیده ایستادم. تو را دوست میدارم زهرا. چی گفته ایستادید؟ نمیفهمم آخر. تو را دوست میدارم. من باز نفهمیدم. آها این دختر را بین نمیشنود، پس معلوم میشود که هر صدای درونی در این حیات شنیده نمیشود. فکر میکنم که داماد و عروس در هیجان هستند، اما مهمانان جواب شما را انتظارند، در مراق هستند. جنابان برای دور ساختن هیجان داماد و عروس برای ایشان یک قرصک میزنیم. شما خانم زهرا با آقای زیا آیله دار شدن میخواهید؟ زهرا زود باش. ایستید. این نکاح نباید برپا شود. باز چی گفت شد؟ خانم سیلی چی میگوید؟ این
این چه خیلی گپ است ها؟ بابا جان یگون چیزی مهم نیست. دفترچه قید نیکو رو آوردم. خوب نباشد پس بیایید رئیس این نیکو را هر چی زودتر برپا کنیم. معلومات های شما در این دفتر بوده است. شناسنامه عقد نکاحتان هم تیار است. خوب. پس شناسنامه هایتان در کار نیست. مرحمت. رئیس مدام یگان مشکلی نیست بیایید زود نکاح کنید. بله یگان مشکلی نیست. من هم هر چی زودتر سوالم رو پرسیدن میخوام. خانم زهرا آقای ضیا را همچون همسر قبول میکنید؟ شما آقای ضیا خانم زهرا رو همچون همسر قبول میکنید؟ بله. آقا شما همچون شاهد قبول میکنید؟ ما یک عائله بزرگ هستیم. بله. مرحمت. امضا گذاریم. بله. من باشم موافق عهده‌داری کنستیتوسیونی ام شما را زن و شوهر اعلام میکنم. شناسنامه عقد نکاحتان رو گیرید خانم. تشکر زیاد. شما رو تبریک میکنم. تشکر. اکنون میتوانید عروس رو بوسید. چی بیبوس بی عیب است تو؟ چخیل عیب سفسطه نگوی؟ اون آدم دوملاست. چخیل دومولو بوده است؟ یعنی چخیل؟ اهمیت نده همین خیل گفتم. آهای برادر یا خدایا تابعاتون چرا مرا میبندی؟ کنی مرا کشا مرا سر دهده. این رو با سردار میگویی. دامولو بسیار بخشی میپرسم من یک چیزی رو نفهمیدم. شما از ما چی میخواهید؟ چرا ما رو بسته؟ این رو از سردار میپرسی. چه سردارم؟ چه سردار؟ من خودم سردار هستم. یا خدای توبه من وظیفه دارم. من دامولا هستم. ایمان شما مرا سر داده این آدم را محکم کنید. شخصی که جستجوی دارید رفیق همان است. دامولا با شما رحمت کلان چخیل ما رو خشرو فروخته قندتون نزنه. خاموش دامولا مومن برادر مومن عیب نیست مگه؟ دمتان رو گیرید در جایتان آرام شدید خواتیر نشوید. کمتر پس سردار میگوید هر یکی شما رو خوب پرس و پاس میکنه. شبی خوش. مبارک شود آقای کنان خوش آمد. دامولا به خدا که ماه اصلیتان از حساب من کجای را که خواهید. زحمت نکشید. تشکر. شب بخیر دامولا. شبتون خوش. مبارک شود. خوش آمد. مبارک شود دامولا. مبارک شود. خداحافظ. شبی خوش. توبه. مبارک شود. خوش آمده. خوش آمدن. شبتون خوش. با موی اصلی میرفتید خوب میشد. ونیزیا یا اینکه پاریژ شویتزاریا بسیار خوب میشد. شیرین نکن به فکرم تو بسیار خوب داری. سیلی خوبش مرا غضبی نکرده رفته خوب کن. شوخی کردم خدای توبه. خیر
شبی خوش عزیزم. شبای خوش. خداحافظ. استاد یک سوال دارم پرسم. هجری اقلا در همین وقت نپرس. بخشش زیاد استاد. خیر نباشد شب خوش. هجری بای. لبای استاد. بیا بپرس. استاد امشب نپرس گفته. آخر چون سوال به سر تو ما دیگر بر نمیگردد. بپرس. تشکر استاد. انا خدای تعالی در کتاب قرآن به بندگان بهشتیش با شما در بهشت غم و درد شکنجه نیست میگوید. انا استاد خیر فرض میکنیم که یک زن و شوهر همدیگر را دوست می‌دارند. زن به بهشت می‌رود، شوهر به دوزخ. آیا زن بهشتی برای شوهرش غم نمی‌خورد استاد؟ غمگین نمی‌شود؟ آیا درد نمی‌کشد؟ بله. هجری بسیار سوال زیبا پرسیدی آقای خلیل. به خدا که بسیار سوال زیباست دامولا. دامولا جوابش چیست؟ فهمیدن می‌خواهید؟ من هم فهمیدن می‌خوام دامولا. یعنی شما هم نمیدونید؟ نمیدونم دامولا. هجری بنویس. خداوند تعالی با بندگان بهشتیش اگر خرسندی رو وعده کرده باشد انیق آنها خرسند می شود. یا بنده در دوزخ بدهرش رو گرفته و نزد بنده بهشتیش می آورد. خوش. یا اینکه غم و درد بنده بهشتیش رو از بین می برد و همسرش در دوزخ می ماند. یعنی در هر دو حالت بنده بهشتی خرسند و خوشبخت می ماند. خدا از شما راضی باشد. از هممون. اما من هیچ چیز رو نفهمیدم. ایرج حال و جایش نیست. دامولا خوشبخت باشید. سلامت باشید. خوشبخت خواهان. خداحافظ. خیر استاد شب خوب. شب بخیر هجری. مرا مانده کرده هجری مانده. آقای شوکت در کجایی ها؟ تلفنش هم خاموش است. تو امشب مرا تنها گذاشتی شوکت. زنگ میزنم جواب نمیدی. باز با قمار بازی رفتی ها؟ من به تو نشان میدیم. بیایید سردار. این کیست؟ رفیق دامولوزیو. سمکچه‌ای در درونش الماس بوده رو به دامولوزیو این داده است. این را شناختم. این همون دامولوی ساخته نیستن؟ بله. چیکار دامولوی ساخته؟ من دامولوی ساخته نیستم. دامولوی ساخته دیگر کس است. وای بینی درازش کیست؟ مگر من بینی دراز هستم؟ با خدا که یکی این را نمیشناسیم. چون دیدیم که در نزد آنها بود او را هم گرفته آوردیم. تو کیستی؟ من همدیهی هجری هستم. هجریش کیست؟ همدیهی من. آی با من راستش رو بگو. همتون رو نابود میسازم. هجریش کیست؟ اکا شما لطفاً آرام باشید. هجری موازین دامولوزیا است. بسیار سوال میپرسد اما بسیار پسری خوب است. همه گپ به دامولوزیا آورده میرساند. در اینجا چی گپی هست؟ اینها رو پرانده به دریا پرتایه. مایل شکم. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان الویدا بعد. آره چرا در با کلمه گردانی آغاز کردی؟ چی شد به تو؟ آیا توبه. تو چی مثل ماسی به دراز میکنی برادر؟ میکشم. اکا آخر کمتر آرام شده پس گپ زنی. ما چیکار کردیم؟ چیکار کردیم؟ تو مگر قاتل هستی؟ بله قاتل هستم. قاتل. یک لحظه خاموش شوید. نگذاشتید که کلمه شهادت را از زبان بیارم. کلمه گردون نگیر. من با تو چیکار دارم؟ من هجری را جستجو دارم. خاطر نشوه که همه خیلی زده گپ زدن گیر در اون دنیا با میخوریم. بله اگر کلمات آن رو خونده باشید پس الویدا. است. اول اون دامولوزیا رو دستگیر میکنیم. خدایا هزاران بار شکر. انا دیدید دعایم مستجاب شد. دامولو ازمی تو در گپ نیست. بسیار دعای خوشی رو داشته ای. من دامولای حقیقی هم از همین سبب. اکا با اینها چیکار کنیم؟ اول دامولوزیا رو دستگیر کنید بعد همه آنها رو نابود میسازید. نگذاشتید که یک دعای خوب کنم.